من میبینم امام خطیبا در اینجا حضور دارند در موعظه های خودتان تحقیق کنید مردم باز هم قطعی رعایت کردن قانون تنظیم رسم اینا با اسراف کاری راه دادن در کار نیست قطعی هم با اسراف کاری راه دادن در کار دین اسلام چی گفته است مردم میدانند لیکن با کارش هم میکنند کمتر شکم موثر شد روزهای سخت فراموش میکنیم که با تاکید کردن در کار علاقه سیاست مدارای سطح جهانی بلند روی راست به یگان شهر به یگان و ایثار داشته ایستادن که دنیا در سال زمان جنگ دوم جهان هم از لحاظ اقتصادی مالیوی از لحاظ گویم که وضع سیاسی قرار دارد دیگر چی جای نادیدن شما است الان شب و روز در 21 دولت دنیا این با رسما سازمان ملل متحد اعلام کرد در 21 دولت دنیا گرسنگی شدید 21 دولت دنیا چقدر از مای شما وابستگی دارد نان بالای دسترخوان همون قدر شکسته مانیم که فرزندها اهل خاندان سیر می شوند سیر نشد باز داشتن در کار بیهوده بالای دسترخوان نان زیاد پرتافته خوش کرده گرفته پرتافته مون در کار نیست صرفه کار بودن مون در کار است به اسراف کاری راه ندهیم من بسیار از هر کدام رهبران و فعالان رئیسان جماعت دیگران مخصوصا حاضر وقت است حالا هم وقت است مردم قطعی هر یک اویله در درآمده تاکید کردن در کار انجام خانش بینید چه خیلی شرایط مهیا کرده است نزد حولگیش بینید چی کش کرده است کشتی تکراری چی کرده است زمین پرزیدنتی را چی استفاده برده است چگونه تیاریش برای زمستان است چگونه خانه و درش تعمیر کرده ایستاده است ذوق نداریم بسیار مون نه ذوق به زندگی داریم نه ذوق به آباد کردن پیشرفت و ترقیات دولت نه برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم من دیدم در نهایه بخش خیلی شهری کلاب دارم از آن جمله اون جایی که در نتیجه آفت‌های طبیعی منطقه‌هایی که ضرر دیدن اکثریت اویله‌های کمیزات هستند بنیاد کمیزات بنیاد اونها را دستگیری کردم و در کار هرچی زودتر برطرف کنیم کمکشون رساندن ما در کار آنهای خدا ترس هستند خداجو هستند خب ثوابجو هستند مرحمت جای صدقه جای خیر مرحمت شیرینی های ملی مفتم ولایت خطلان نمی روید اونجا مکتبی خدا تاسیس یاد دید همه چی از خارجه می آمد حاضر بالای دسترخوان ماده همش هست تو جناب یالی میرم یکی دنگره میرم آخه وزیر صنعت سپارش دادن که گرفته برید آورده جا کردن یک چای خانه منم سر تیپه بلند دیده 4-5 کس رو شاگیر گرفته است ما دیده بودیم علاقه محصولات 3 سال کرده ایستادن مغازه میپرسد که باشد که ویران نشد با فروش براریم در شهر ایساره 3 نمود میگه جناب یاری من خودم 3 سال میکردم با میرم من میداشتم کارخانه را میرفتم میفروختم با اومدم با وای میکردم که ویران نشد مولتش نگذار در اینجا 9 نمود میگه جناب یاری در یکون بازار یکون جا من در جاتیان که من محصولاتم ویران نشد بودم بسیار برای بالای دسترخوان برای کودک‌ها بسیار چیزی باید هم از لحاظ کلاگی مهلتاش هم با وای میدم 3 ماه 2 ماه با 6 ماه بهترین ما ندیدیم در بازارهای منطقه کلاب نه ولایت خطلان ندیدیم نیست در ولایت سوق بیشتر است من برای اون میگم که همین قند همین دانه زردالو مغزی بادام آرد شکر خب یزن کنجید این محصولات بیشتر خدا از خارجه چی نمید خارجه فقط شکر
محصولات اون چیزی که یک استحصال از هیچی خوبتر است بهتر است. بالای دسترخوان میخریم و قیمت قطعی نیست، صفاتش نمیپرسیم از کجا آوردیم، مهلتش گذشته است نگذشته است، چی فایده دارد چی زیان دارد، نه پیشکش میکنیم. دیگه یک دویمش که این هنر است، با تشکیل کنیم مکتب در دیگر شهر نویان اقلا هر جای کاری میشود، هم محصولات استحصال میشود، هم مردم صاحبی معاش زندگی میشن. بازار استعمالی هم با یک نمودی محصولات وطنی تامین میگردد. وزمین ترین در حیات انسانیت شالی وزمین میشه، وزمین ترین، مخصوصا از لحاظ کمچینی مواد آذوقه. در بسیار قطعه عالم خشکی است، کمابی است. با در نظر داشت کووید 19 بسیار منطقه‌های عالم ده کار نیست، مردم کار نمیکنند، نه دهقانی است که کیش کند، نه دهقانی است که جمع‌آوری کند. حجم استحصال مواد آذوقه‌واری کم میشه، نرخ‌ها بالا میرود. ابایی ما تیار بودنمون در کار، تیار بودن خدا عقلمون داده است، زمین هست، آب هست، خب باد هوای گرم هست. در همین شرایط تابستان دوست حاصل پرورش کرده زراعت بخشن، زراعت مواد اغذایی کش کرده، غله‌دانگی ها گرفته ممکن، مکدان کش کرده ممکن، شالی لوبیاگی ها کش کرده ممکن باش، لوبیا زراعت های سبزوات کش کرده ممکن است. از زمین های نزدی حولگی سرکرده تا زمین های پریزیدنتی به نویت ثمراناک استفاده برید، هزل نشمارید. از حالا تیاری تیرما زمستانی در پیش استفاده را دیدن ما در کار. از حالا سرعت جمع‌آوری غله‌دانان را تیزانیدن در کار. سه چهار ناحیه را گشتم، در بسیار جا دروی غله‌دانگی ها غیر قناعت بخش است. ما نمیدونم، ما هم متخصص این خوراوری خوجگی بودیم. در این شب و روزایی که وای میشه مردم دیگه خانه خواب نمیبرند. خدای ناخواسته از یک جا باد هوای ویران شده یک علنگه آتش گیرد، هزارها گکتر غله‌زار که زحمت دیخان برباد میرود. برای همین شب و روز مردم خواب نمیکردند، سرعت جمع‌آوری را میتیزاندند، هم حاصل ناکی تلفات کمتر میشه، هم سری وقت جمع‌آوری کرده حاصل میگیرند. تمامی منطقه جمهوری غیر قسمت ولایت مختار کوهستان بدخشان، خاولی، شوراباد، مومن‌آباد، حتی ناحیه تیمورمندی بالا قطیمان آمدن زمین ها علاقه غلط پخته رسیدگی است. حتی در زمین های آبی تا حال در بسیار شهر ناحیه جمع‌آوری غله‌دان‌ها را سر نکردیم، نه تیزاندن نکن. هم جمع‌آوری غله‌دان‌ها، هم ذخیره کردن خوراک چاروا. بعضا منطقه‌های جمهوری حتی ناحیه دنگره انشال کمبارش بود، علف‌های طبیعی کمتر هستند. یعنی حساب کاه که در زور آمد در استفاده بردن ممکن، چون که کالری نه آنقدر بلند ندارد قریب برای نگاه داشتن چاروا. لیکن در وقت‌های وزمین، سال‌های وزمین اگر هیچی که دریافت نکردن چارواداران این را استفاده میکنند. بیشتر علف طبیعی یونشکا دیگر زراعت‌ها ذخیره کردن آماده کن. مثلا چارواداران به شما معلوم است. نکردیم پگاه نرخ گوشت در بازار بلند میشه، سرشمار چاروا هست. در ساحه غله‌کاری، تخمی پروری، در ساحه پخته‌کاری هم از آن جمله. در زمان شوروی 40 سنتر میگرفتن قهرمان میدادن، حاضر 60 سنتر گرفته ایستادن. اصلا شرکت کمپانی‌ها که تا 65 سنتر. دیروز ما پرزیدنتی همسایه قطعی شفقت میرامانوچ صحبت داشتیم، تجربه دور نره، تجربه این همسایه 10 سال من تاکید میکنم که مرحمت رفته همکاری کنید، خریده گیرید، تخمی آورده کش کنید تا آلیومای ما اختراع کرده میبرن یا غلای سر حاصلی دیگر. یکی در کشوری من جمهوری همسایه
دستورخان دایره دینا رئیس ولایت شم آمادگی شم راهشون بود ما نمیخوایم نه کدامون میخوایم نه از دیگران شهر میکنیم رفته پرسیم یا آموزیم تجربه همسایه را که چگونه کار و فعالیت دارند ما زمین را فریب میکنیم زمین نه خودمون را فریب میکنیم مردممون را فریب میکنیم از 1 هکتار زمین تا 85 سنتر حاصل گرفته ایستادن در پهلوی ما از زمینای آبی کمش 80 سنتر در وادی فرغانه من رئیس ولایت سوخته تاکید کردم سال گذشته رفته مساحت قریب 3000 هکتار از وادی فرغانه تخمی همون تخمی کرسته رفته آوردن حاضر جمع آوری کرده ایستاد منده حساب دادن که محترم جناب بیاری 75 سنتر دور نریم از بعد دینا بعضا موضوع ها را دیدم برای غلط تلخه کردگین کشتی شدگاری حرام است ویران است اگر تکنیک زراعت ارائه شدگی نیست نه شدگاری درست است نه تخمی اعلی صفت از چی از این زمین آبی چی هم خودمان افره میگیریم هم زمین هم مردممون از کجا در آمده که میشد حاصل که بلند از این لیاز ما برای چی میگیم ما زمین قریب هزارها ده ها هزار هکتار صرفه میکنیم میتوانیم مردم با جایی که 40-50 هزار کشیدیم 25 هزار کش میکنی حاصل 100 هزار میگیری اگر به شرط ما 70 سنتر اقلا حاصل گیریم مثل جمهوری همسایه آماده هستن تخمی مرمت چقدر در کار هست هم تخمی چی گید 45 سنتر حاصلی پخته گرفته ایستادن دور نه و پرسیدن هیچگاه جای عیبم نیست